میخوایم در مورد تیرگی پوست در بعضی نواحی بدن صحبت کنیم، عللش و چه راههایی میشه این رو کم کرد یا درمانش کرد. در یک برهه این تیرگی ممکنه بیشتر بشه، مثلا اگه پوشیدن لباسهای تیره و تنگ اینو باعث میشه یه خورده این مثلا ناحیه زیر بغل یا کشاورزان تیره تر به نظر برسه، مخصوصا در تابستون ها. حوالی بلوغ هم همینطوری، به دلیل اون تاثیر هورمون ها باز این تیرگی پوست رو بیشتر خواهیم داشت. یه سری بیماری هایی که مشکلات هورمونی ایجاد میکنن مثل PCO یا اینکه کوشینگ، دیابت یا بیماری مثل آکانتوز نیگریکند، اینها هم باعث تیرگی پوست میشه. شیب زیاد و مکرر پوست اون ناحیه رو با ژیلت، باز هم این به دلیل آسیب و ترومای ریزی که ایجاد میکنه، باز هم این هم میتونه باعث تیرگی اون ناحیه بشه. تابش اشعه و یا اینکه یه سری بیماری‌های قارچی پوستی هم این هم میتونه باز باعث تیرگی پوست بشه، یا بیماری‌های مثل لیکن پلان. خب حالا چه کار کنیم که یه خورده این تیرگی هم کم بشه یا اینکه بخوایم رفعش کنیم؟ یکی اینکه یه سری درمان‌های خونگی هستش، استفاده از یه سری ماسک‌ها هست، مثلا استفاده از ماست و یا ترکیباتی مثل ماست و زردچوبه، آب لیمو، اینها میتونه این کارو بکنه. پوشیدن لباس‌های روشن و نخی باز میتونه مؤثر باشه. آفتاب نگرفتن میتونه مؤثر باشه. سولار خودش باعث تیرگی پوست میشه، نباید این کارو. و اینکه از شیف کردن یه خورده جلوگیری کنیم با ژیلت. خب یه سری بعد از این میرسیم به یه سری درمان‌های دارویی مثل استفاده از کرم‌ها و لوسیون‌هایی که حاوی کینولون و یا رتینول و یا سالیسیلیک اسید هستن، لایه بردارهایی که سالیسیلیک اسید هستن، اینها هم میتونن این تیرگی رو کم کنن. و در نهایت اون لایه برداری سطحی که از پوست انجام میشه با لیزر، مثل لیزر CO2 فرکشنال، میکرودرم، مزودرم، اینها هم میتونه باعث رفع این تیرگی ها بشه. و یا استفاده از ژل آلوورا. ولی در تمام این مراحل چیزی که مهمه اینه که بایستی از اون شرایطی که باعث میشه تیرگی پوست بیشتر بشه جلوگیری کنیم و اینها رو هم به کار ببریم. یادمون باشه که اینها با یک جلسه یا 2 جلسه نیست. این درمان ها، اون مراقبت از پوست بایستی به طور مکرر و مداوم باشه و درمان هامون هم حداقل در چندین جلسه خواهد بود، با یک جلسه نخواهد بود. اون عامل زمینه‌ای هم که باعث تیرگی پوست میشه حتما بایستی به پزشک مراجعه بشه و درمان مخصوص خودش رو بگیره. چرا؟ چون که اگه درمان نشه، این کاری که میخواد، اقداماتی که میخواد انجام بشه خیلی موثر نخواهد بود.